من بسیار آدمای رنجندگیم. دونسته ندونسته. یگان گپی دغل میگفتن میرنجیدم. برای که من سردار بودم. بخش پرسیدگی نه. وقتی که وقت میگذرد دیگر خفه نمیشم. بعضی کارها هست که من وعده میدادم از من وابسته نبود و اونا از من خفه شدم، لیکن از گناه یکدیگر گذاشتن در کار. بسیاری از حالت‌ها می‌شود که بعضی از دوستانم رو رنجاندم. بخشش هم نمی‌پرسم زیرا آنقدر عادت بخشش پرسی ندارم. پشیمان نیستم از کار کرده خودم. حالا از همه که آدمایی که من رنجاندم اونها رو بخشش میپرسم. مرا ببخشید. برای یک آدم قدرتی فهمش دارد، دیگر آدم قدرتی بخشش دارد، لیکن او نمیفهمد. کدام یک کاری ناجایی کرده باشم البته بخشش پرسیدم. میبخشم اما داغ در دل میماند. این حالت برای من بسیار یک سخت هم رسیده بود. انسان خطاگیر میکند و از همون خطاگی با خودش تربیت می‌یابد. از جهت ظاهری من وانمود کرده میتوانم که را بخشم، لیکن باز همون کار وقتی که در یاد میزند باز یک ضربه دیگر میزند. خواهد نخواهد زندگی مجبور میکند که وای خود به خود فهمد که وای خطا کرده است.